حسی چیپس بیاری. فلفلی من پیاز جعفری آوردم که نداره. قیچی دو طرفشو قیچی بگیری. این برم همین. اینم یه قیچی دو طرفشو قیچی میگه. دو طرفشو قیچی گرفتیم. وسطشو باز کنی. بشم باز میکنیم. دو تیکه رو برعکسش کنی. بذاری یکی تو اشاره یکی دیگه رو داخل شسته بشه اینجوری. اینم دوتا تیکه برعکسشون میکنیم. یکی هم برعکس میکنیم و داخل چیپستم بیاری و این روش برو و انگوشتات هم کثیف نمیشه. بریم ببینیم واقعی یا نه. چیپس رو میاریم. واقعیه انگوشتامون هم کثیف نمیشه. لایک کن ویدیو رو.